من هیچ آرزویی ندارم. چرا؟ چون وقت نکردم بهش فکر کنم. چون صبح تا شب سر کار بودم اصلا نتونستم بهش فکر کنم. اگر میتونستم فکر کنم آرزوم این بود قدرت داشته بودم به بقیه کمک میکردم، ثروت داشته بودم به بقیه. این جوابی که الان دادی رو کسی یادت داده؟ خیلی چیز عجیبی بود به نظر من. تو یعنی وقت نکردی آرزو پیدا کنی؟ کی گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خرد. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. کی گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خرد.